سلام و عرض ادب. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. یکی از چیزایی که خیلی 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 مهمه برای اینکه میخواید حالا بهش میگن استپ یا میشه گفت یه برآمدگی، استفاده میکنیم اینو برای اینکه زمانی که میخوان یه نفر دوش بگیره آب رد نشه و بیاد این بر. و چیزی که حالا ما استفاده میکنیم اینجا آلومینیومه و باید همیشه اول آلومینیوم گذاشته بشه، بعد متر گرفته بشه که چه مقدار از تایل رو نیاز داریم برای اینجا. اگر این نباشه ما تایل رو اشتباه مژر میکنیم و کار اشتباه در میاد. چیزی که خیلی مهمه بعد اینکه آلومینیوم رو گذاشتیم، برای اینکه موو نکنه و تکون نخوره باید مسکین تیپ بزنیم که سفت وایسه اینجا و بعدش ما متر کنیم چیزی رو که میخوایم. این هم برای میذاریم اینجا که این بالا وایسه، چون اینجا رو باید لای بکنیم و گلو باید بزنیم اینجا که این قشنگ سفت وایسه و گراوتینگ میشه در آخر که سیم لول بشه اینجا با لاینمون قشنگ در بیاد. این چیزی بود که میخواستم براتون توضیح بدم و خیلی چیز خیلی مهمیه. روزتون بخیر.